حدیثی هست که هم بخاری روایت میکند، هم مسلم روایت میکند، هم ابو داود و هم ابن ماجه و هم نسائی و دیگر کتب احادیث همش اتفاق نظر دارم به این حدیث که جریر ابن عبدالله میگوید ما نزد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بودیم، این هنگام فنظر الى القمر لیلة البدر، حبیب خدا به سوی مهتاب نگاه کردند، مهتابی که ما و شما در شب 14 و 15 وقتی به مهتاب نظر کنید چقدر روشنی زیبا دارد، همچنان روشنی دارد که دنیا را همگیش روشن میگرداند. به سوی همون مهتاب نظر کرد و به سوی همه ما اصحاب و بندگان خدا گفت انکم سترون ربکم عیانا کما ترون هذا القمر. گفت ای بندگان خدا، روز قیامت شما پروردگارتان میبینین همچنانه که امروز شما به مهتاب به یگان مشقت و به یگان مزاحمت به یگان مشکلات شما به همین مهتاب نظر دارین، همچنان روز قیامت پروردگارتان با چشم سر میبینید. چگونه همین مهتاب دیده ایستاده این؟ آیا در دیدن همین مهتاب یگان مشکلات به شما گفت احساس می شود؟ گفتن نه. گفتن انا همچنان پروردگارتان روز قیامت شما میبینید. شما در جنت مثل مهتاب به اون نظر می اندازید. این حدیث هم دلالت به چی میکند؟ به دیدار پروردگار در روز قیامت میکند.